من رئیس اتحادیه اسپروارای ناحیه رشت. پدر ما را رحیم قلبون میگن. که مستفید پدر ما از سال 48 چول میرفت می اومد. من همی صنف 2 و 3 از کفای همی اسبیم. بگیم هم کفای همی اسب کتت شدگیم. خطی همی اسب فرگشتگیم. اولی همی جایی که ما دایم قشلوقیم، ای قشلوق ما بالا هزار چشمه میگن، حضرت فالومه میگن. که گلوهای ما پیش در همونجا بودن. من دوره طلبه بودم می اومدم در همونجا قلبونی میخوام. خطی رحمتی پدرم. انا زمستان گله ما فقط چول میرفت. جای چراغای زمستانای ما همونجا بود. دهنه کیک میگفتن چراغا در اونجا بودن. اون دوره شوروی. اخیرای همین کاری همین گله ما اخیرای وقتی همین شوروی سال 70 تا 70 چند دوره گله ما در پخو در ناحیه دنقره همین رحمتی مستفید ما گلهش همونجا بود. چند سال میرفت می اومد. این اصل در همه ساحه خدمت می‌کنه. خود در اخر خوجگی و دهخانی هر کی به همه اصل کشت کار می‌کنن. جف می‌کنن، کچکه می‌شونن، کلتیواسیا می‌کنن. اونم قشلوق‌های بولو. یا اصل چند اصل هم حوالین موهوی بود. گاهیش سوار می‌شدیم پشت لیچگاه وایسا. یا بعد اخیرا لای دیوار چی؟ اولی تمردم که باقیشته با سیمین بلوک بایی سوس زدیان. همه از خطی لای میجکیدم. لای استوها خطی با دیوار میخوان. رحمتی بابی مرزا میگفتن لای دیوار میخوان. این اسپرور مثل هر کی میتونن لیکن اسپرم روونش فهمیدن در کور اسپر کی که کن در کور کی او دادن در کور اسپر چخل قیزه کن در کور نوزکیو بسیار داره همین اسپر میگن دیو هم زوره همه وای لیکن جوش اومدگی در کسل میگن کسلی نخونه یا کسلی روده پیچ همین در عهد دنیا را پدرود میگن اسب مولی زوره مولی کلونه هم نوزک که این همین لجومه که در دهن زدی این همین لجوم میگن این همین زنی که از دهن باز میگیره پیش یا زینه چند کوای میکردی یا زین برای اسب حوزی همین زین لو زده این همین بزرگ لنز گریون میره چکلی سورت چپفور هم تری میگیری یا لجوم یا جالیق یا چرگین افضل اسب حوزی در همه جا بسیار شدگیه یا این ما هم عرقهای بسخشی میگذرونیم همین نوحیه ها اصلی توچخو بوده اینجا شهر افضل میورن همونجا میفروشن کدموی نو اسب گرفتگیان افضل ندارن افضل میگیرن حوزی در همه جماعت ها استه ها پیدا شدگیان
همیرا جای همین کارخونه های نقلکنی میاند همون سرای معرکه های بسخشی اسبا را نقل میکنن، اسبا را نگاه میکنن. یا اسب نقل که های بود در راه رو میره سودان نمیشوه. یه اسب چند اینه همین بزاکش، این همین کوشک این همین رو بزاک میگم. همین بزاکش قوس باشه، بزاکش کلون باشه، همون خیدگاه بود دوش مینه. در بزدم در کورم در همه سودان نمیشه. اینجا واسه اسبای ما بسیارش در ایلوق هم. حضرت فولوما میگن، چوردره میگن، همون بولو ده همون ادیروی بولو هم. این میره سرلیجاو میگن. مثال عروس سوار میکردن در اسب میبردن ای قشلوق با او قشلوقا یا ایا جو با جو دیگره همون سرلیجاو همین لجوم اسب هم میگرفته همون عروسا میبرده. انا اول میگفتن سرلیجاو بعد میرفتن چیزی از سولین پولیمش میدادن. دیگه حوزی فایتونا برمادگی حوزی با همین جشن‌ها شدیان جشن نوروز همین جشن‌ها دا حوزی اسب عروبه شدگی مستفیدوی پیش این همینو گام زدن که همه اسب پیش همین زمین جنبش همین کورو خبردار میشه که همین یگان گپ افاد میشه. اینا ما بخشش میخد ما دیدگی بدیم یا جویا معرکه بود یا اسب توالا بدم اونجا. همون اسب ایدستشی چی نمی اومد. دیگه هوای فهمید که همون که میخوام به حوزی همین ایست شپید اوست شپید ایست تپید اوست تپید بانچه کند بولوی گریخت همون از گریخت تود نگریخت تود که همون که دیدیم خام بید اوارس کرد با گفتیم بیست که همین گپا رست بدیم که اسبی های که غیر همون صاحبش هیچ خیلی نمیمونه نزد شما ده این همین بیو کفاش همین گردونه سرد بینم دمو هم تری اسب بود یا همون وقت پیش اسب میره همون اسب یا هنگست هم تری هوای مینه میفهمه که بیکی همین آدم خدمه وقتی میره کش مینی، آوش مینی، جوش مینی بهور یعنی بهوریو میشیده مثالی اسب که در گونجا همین گندمی سوزک یا بر میرفته هوای هم مثال در یاوونه در مومینو بوده ایا جور دیگه با جور دیگه هوای در خیالش می ایستاده که در فلان جا همین چیز است همون بهوری خود میخواد یا افغانستان نیست میگذشته انا همین خنده اسب این همین خنده همین دهن شوی میکنه انا همین جا همین وقتی اسب چوکای او انا وقت چوک نباشه دهن شوی نمینه انا همون خنده کرده وقت چوکی میکنه حوزه آید اسب مثال همه جنبوری میونه همه جنبوری ها ده حوزه ترقی کردگیه حوزه اکم های همه در راه روم دورترن بعد حسابی همه تکنیک ها همه در وایان انا این ولایت سوق انا اینو پایگاه ها ده میروان اشتراک میگن اینا ما که در همین پایگاه های جنبوری میریم اشتراک میکنیم یک مردک خوب محمدی حکیموف میگن انا هوای در رشد اسب پروری بسیار سخت و دوران که در همه جا اسباش فعالن که در همه نوعی ما چی معرکه های میشوه معاون شرکت فیض خوجه گفتنی اینا هم صاحب کارن هم دوستدار اسبن هر کدامش 5-6 اسبی دارن اسبای بسکشی دارن اسبای پایگچی دارن و ساحه رشد اسب پروری را همین اکای اسامالدین فیض خوجه اینو دستگیری میکنن همه ساحه همه رشد اسب پروری سال 2006-07 ما همین ساحه را وای کارگی بدیم در همین نوحیه ما 160 اسب بود در حساب امور سیوتخه بگیم میتینده ای خوجگی که در همین نوحیه ما 13 جماعت های حوزی بعد 2,500 استرگی بیا اسب توجقی هم بزیبه هم دو داره هم توز داره اولی خیلی اسبای قرقیزی میورن اسبای مثال
Орловский میگن او اسبای орловский را به نمایشن به ویدن به ویان دیگه اسبای وقتی اسبای قرقیزی اسبای کلونن اسبای پوچ ویان معرکه های بسخشی داده معرکه های چواندوزه حوزی وی میکنن ایده سولا بولوشوی نه تویوی ده سولا در پویگا میبرن سامونجا حساب وای میکنن پویگا میموننده اینا سولوی مثال ده سولا سولی 5 سولا سولی 3 سولا از بای 5 6 و 7 8 رفتگی بعد از میشوه بعد گفته جو مشکوفه کلان میشوه قوت درموشه بعد میفهمی اوزاق میکفونه میگن ایده بولو اگه اسبای یوشه باشه وای میزنی تقوم میزنی یا این زینو چی میگن زینو رسی میگن کن برای اکی تری زینی توچکی که بزنی حوزی وای نه بیلکوی تویا میشکنه میجکه انا همون تقوم بزنی وای بزنی وای یا بچه ها یوش سوری کنن بچه ها یوش توزونن وای کنن با اسب همون خیدگاه نقض میشه کلون میشه این ایده میگن ته چرگینی نیره نماد ملوی میمونی کی مثال پشتی اسب نزنه وای نکنه انا ای بلوی نه چرگین میگن نیره انا ایره چرگین میگن که حوزی همی تریو چند سورتو میدوزن این همی انا وایوشه میگن جالیک وای هم برای همی زینه داشتن کی وای برازمیری همی زین میشوده ما دو جای باشیشگاه داریم جای برای پایگاه گذروندن باشیشگاه داریم برای بسخشی داریم که این بچه های یاش مثال دخترک های یاش اینا همین را بازی همونجا هم نیت ها هسته که از 3-4 اسب باید میکنم همونجا برای من اسواری را یاد بگیرن از گردونی را یاد بگیرن پایگاه مویگاه را یاد بگیرن یگان حال پایگاه نشده که ما مثال به جا و به چی مثال گشته باشیم شکرانه تنجی و امانه همه جمهوری میخونیم شکرانه همه جناب عالی میخونیم که همه که حوزه همه وطن ما تنجه امانه این ما همه شهر میرفتیم 5-6 ساعت میرفتیم 8 ساعت میرفتیم 10 ساعت حوزه 10 ساعت 2.5 ساعت راه نو شدگی 3 تونل های این یاد از منم یاد برشید میرم شنبه میرم اوه همه تونل رو دیدم بتون حیرون میشه این تونل رو ببینید رنگی رو افتاب و مختاب بود یا راه همیتا یک کبوتر ما داشتیم
من اساسی پروفسیا من شوفرم. شوفری میکنم ماشینای دیگه نو سپور شدگیم. یکی هوا آور میشید همین کبوتر رو میگیرید. همین کبوتر رو ده همین شوفرها و ماشینا و رفتگیان. اوزی همین کبوتر خلاص شدیم.